او برادرانی که ما را قدر میکنن و ما زنگ زده سراغای ما را میپرسن نما را تا آخر تماشا کنید عادی کده انشاءالله به شما میفهمونم. نفرهایی که در مسکو قرار دارید در کدام مترویی که نشینید پیشخود کنید در دهم لینیا، یعنی که لینیای سبز اومده در ستانسیای براتیسلافسکایا میفراید و به سمت یکم سیوم نیو برعکس به سمت چهارم و ششم ویخد روان میشوید. چخیلی که شما دیده ایستاده اید اینجا ششم ویخد میباشد، شما جانبی چهارم ویخد روان میشوید. وقتی که از چهارم ویخد میبرید به کوچه یک هوای تازه میگیرید و به سمت دست راست میگردید و بعد از یک چند قدم شما البته که زدنیای ما رو میبینید که با رنگ زرد، همه این زنی ها سفید میباشد، از ما برعکس زرد میباشد، چخیلی که در ویدیو میبینید. اکنون روان میشویم به سمت آن آشیانه زرده که در بالا ما قید کردیم. ناگفته نماند یکی از کلانترین کلیساهای در مسکو این کلیسای براتیسلافسکی میباشد که آفیس ما نیز در همین نزدیکی همین کلیساهای قرار دارد. زدنی زرد و این زدنی باشد 4 تا پدیز دارد. آفیس ما قرار دارد در چهارم پدیز. شما وقتی که در نزد چهارم پدیز حاضر میشوید کد دمافون ما 3 تا 3 و حرف وی رو پخش میکنید. انشاءالله ما از آفیس برای شما در رو باز میکنیم. انا انشاءالله که مهمانان اومدن خوشبختانه پیشوازشون میکنیم. الو زیارت جمع؟ بله 12 چشمه برادر شو. خوبی آقا برادر جان؟ بیا خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. اجازه میدید برادر؟ بله بله. فیتاپوش کم میدونید؟ البته ما برای بیا خوش آمدید. مرحمت کنید. همین گونه برادرهای جان همه شما را در دکان خاکسارانه خود انتظاریم. السلام علیکم و رحمت الله. شكرا من القلب شكرا مع الحب كبرت محبتكم جملت مآثركم كالنجم نبصركم صرتم لنا